Привет, это Юлия Навальная. یولیا ناولنی گفت مبارزه را برای یک روسیه آزاد ادامه می‌دهد و از پیروان مخالفان حکومت خواست با ضد ولادیمیر پوتین با خشم بیش از هر وقت دیگر مبارزه برند. او رئیس جمهوری روسیه را قاتل شوهرش نامید که به قول او فرزندانش را از پدر محروم کرد. پیام 9 دقیقه‌ای یولیا ناولنی در کانال الکسی ناولنی در یوتیوب نشر شد و تحت عنوان من کار الکسی ناولنی را ادامه می‌دهم. معلوم نیست ناولنی با چه مقام این کار را می‌کند. روز 19 فوریه در نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروسل شرکت داشت. اگرچه آنها مسئله تحریمات نو بر ضد روسیه را در دومین سالگرد جنگ در اوکراین بررسی می‌کردند، کشورهای عضو از جمله آلمان خواست برای مرگ ناولنی هم بر ضد روسیه تحریم اعمال شود. بله، کشورهای عضو بی‌شبهه به ضد افراد مسئول مرگ تحریمات پیشنهاد میکنند، اما مسئول اساسی پوتین خودش است. ما می توانیم بر ضد مسئولان خدمات اجرایی جزای روسیه تحریم جاری کنیم، ولی از یاد نبرید مسئول اساسی مرگ ناولنی کیست. مقامات رسمی گفتند که رهبری 47 ساله مخالفان روز 16 فوریه هنگام قدمزنی در یک زندان دورافتاده ارکتیکای روسیه بیهوش شد و به طور ناگهانی درگذشت. او آنجا حکم 30 ساله زندان را ادا کرد. ایوان ژدانوف، یکی از شریکان ناولنی، با تکیه به حرف مفتشان گفته است برای تشخیص جسد او که حالا جای نگهداریش معلوم نیست 14 روز لازم است. نچندان دورتر از زندانی که ناولنی آنجا بود، مادرش به اداره کمیته تفتیشاتی رفت تا جسد پسرش را بگیرد. کشورهای غربی و طرفداران ناولنی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را گناهکار مرگی او مینامند. حکومت روسیه با انکار چنین ادعا آن را غیر قابل قبول خواند. ولادیمیر پوتین درباره مرگ ناولنی اظهار نظر نکرده است، اما این موضوع اختلاف بین غرب و روسیه را زیادتر و رابطه آنها را بدتر کرد. گلگذاری به خاطر ناولنی در نزد سفارتخانه‌های روسیه از جمله در اینجا در لندن و در شهرهای روسیه از جمله سنت پترزبورگ ادامه داشت. مقامات گل دسته را می بردند ولی مردم باز می آورد. مرگ ناولنی مخالفان پراکنده دولت در روسیه را از یک رهبری با نفوذ محروم کرد و تقریباً یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری که پوتین را کم اندر کم تا سال 2030 بی‌شبهه در قدرت نگه می دارد.